سلام بچه‌ها به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام از بچه‌ها سوال بپرسم ببینم منو چقدر میشناسن. مخصوصا تو خیلی مهمی واسه تو جواب. خب بزرگترین پشیمونی زندگیم بی مسعود. کلوچه. درست امتیاز میگیره؟ بله. خب به خاطر اینکه مهندس دیابتیه نباید کلوچه بخوره. من وقتی عصبانیم چی کار میکنم؟ نگار هیچی میره تو لک میشینه رو صندلی بعد میره تو لک گوش میده. بعد یه سری آهنگای چرت و پرتی هم گوش میده یه موقع‌هایی بعد مثلا اینو گوش میده. اگه غایب نبودم اگه یه روزی غایب نشم چی؟ آدم قاتل نشم چی؟ آدم قاتل. اینو میخونه و جواب کسی هم نمیده. من بیشتر جذب چهره میشم یا اخلاق؟ میلاد چهره. من 10 تا انگشتم اینجا بود. چرا واسه همین انتخابش من بودم. آفرین چون اخلاق نداشت. به نظر شما من تو رابطه آدمیم که قربون صدقه میرم به طرف مقابل یا نه؟ نگار اگه دوستش داشته باشی خیلی میری، نداشته باشی هی میپیچونیش. من اصلا قربون صدقه کسی نمیرم تو رابطه. اون حرف دو من چی بود بس؟ واسه همونه آخه بدونه میلاد به رابطه من گفته بود خیلی قربون صدقه اصلا واسه همینه که سینگله. یاد بگیر واسه همین سینگلی. این منفی و این نمره منفی و پای میلاد بنویس چون میلاد من دروغ به میگه. من سرا؟ خب برو بعدی. من زود یکی رو میبخشم یا کینه ایم؟ نگاه کینه ایه. آره اینو منم میدونم. کینه ایه؟ آره نه نمیبخشه. نمیبخشه کینه. تو جمع جدید زودتر صمیمی میشم یا دیر با یکی صمیمی میشم؟ زود صمیمی میشی دیگه. 19 هر جا میری معامله رفیق میشی سریع. داشتم با خودمون فقط اینجوری بودم. بعدشم دور و برمون زنگمون خراب کنید. زنگمون بچه‌ها استثاری داره. سوخت. با کسی که زیاد نمیشناسمش اونجوری نیستم که سری صمیمی میشم. هیچ بحث می‌کنیم ما هم یا لایک یا آره یا نه دیگه. نگار دماغ خوبی عمل کردی؟ خب قبل نارنجی آهنگ غمگین گوش میدم یا شاد؟ غمگین. بیشتر صبح خوش اخلاقم یا عصر هیچ وقت. یا بد اخلاقم؟ کلا بد بد اخلاقی. آره دیگه بچه‌ها اصلا خوش اخلاقی ندارید بچه. اگه بخواین منو تو 3 کلمه توصیف کنید چی میگی؟ من میخوام بگم یه چیز کوچولو خودمون میدونیم. آره چقدر کوچولو؟ آره در همین سایز خودش دیگه. آره عصبی. صدای بلند، صدای خنده بلند. نه درسته یا نه؟ درست بود دیگه. درست دیگه لازم نیست بگم. به نظرتون کوچولو دوست داره خوشش میاد. خب برو. الان کراشی دارم؟ آره همگی با هم 1 2 3 بله. انقدر زیاد کراش اسمشونو بگیم؟ اسماشو نفر یه دونه باید بگیم. بگیم. اینو پرسیدم. معمولا رو فوتبالیستا کراش میزنن. اولینا پرسیدم ولی نه بابا نه فوتبالیستا. اتفاقا اون بازیکن رئال کی بود معروفه؟ خب میپرسم به نظرتون من مغرورم یا احساساتی؟ احساسات. مجهول. بگو. مغروری. میگیرم لایکو. وقتی ناراحت میشم دوست دارم یکی پیشم باشه یا تنها باشم؟ نگاه یکی پیشت باشه. سوالا یه به جواب بده. همه بلده. من میفهمم. جواب بده لایک. نگار 4 تا قلب سبز از همتون بالاترم. بدترین اخلاقم میلاد. عصبی. حواست از من سوال نمیده؟ بهترین اخلاقم نداری. من دیز نکردم. سر بدترین اخلاق هم دادی بیش کردم. به نظر شما خب الان از کسی خوشم میاد یا نه؟ آره. نه نیم ساعت پیش کات کرد.
از مسعود اصلا نپرسیم، مسعود یه قلب. آره اصلا ازش منو تو جمع ساکتم یا پرحرف؟ بستگی به جمع داره. تو چه جمع؟ تو جمع خودمون که دنبال دکمه سایلنت میگردیم. به نظرتون من توی رابطه بیشتر کنترل کنندم یا لوس و وابسته؟ کنترل کننده. آره. نه دهن سرویس کنی. لوسم من. کجاش لوسه؟ لوسم من. اینجوری میکنم. اونجوری لوسم من. لوسم من. نه ولی حرفم با چشت کبود یعنی فکر میکنی من عصبیم؟ نه اصلا. خب برو. اگه بخوام انتخاب کنم بیشتر به دوستی اهمیت میدم یا عشق؟ تو بگو. برو. خب الان میخوام یک دو تا سوال بپرسم ازت. بپرس. تو جواب بده. تا حالا پیش اومده منو ناراحت کی؟ کنی ولی خودم هیچی نگفته باشم که اوه بله زمان ضبط برنامه. کدوم یکی از شما فکر میکنید راحت تر میتونین دل منو به دست بیارید؟ خب از بین شما کی میتونه آرومم کنه؟ هممون میتونیم. همه میتونیم. ولی نگار بیشتر از همه، چون بیشتر از همه باید صمیمیه. چقدر قلب زیاد دارم. خب. وایس پرسم. پرسیدم. چی خوشحالش میکنه؟ چی خوشحالم میکنه؟ دوشاده. خوشحالش میکنه. به نظر شما تو دعوای عاشقونه من اونیم که زود آشتی میکنم یا لجبازی میکنم؟ لجبازی میکنم. اولین کاری که میکنم وقتی از یکی خوشم میاد چجوری به باش دعوات میشه. همش بهش گیر میدی. هی میخوای اذیتش کنی. نه با نیشش بار میشه. کدومش؟ کاش من میتونستم. بگو نه بگو نه با پیج دیویش فالوش میکنم. نمیشه آخه. وای چه تیکه سنگینی بدم. بزرگترین آرزوی من توی زندگیم چیه؟ کلوچه نادری. نه منظورم من خود کلوچه نادری بود. که هیچ نوشابه‌ای هیچ وقتی جای دنیا تموم نشه. آقا من منظورم خود کلوچه نادری بود. که بتونی من بغل کنی. منظورم خود کلوچه نادری بود. آره. کدوم درست نیست کدوم. خب رو چه چیزی خیلی حساسم؟ وقتی کلوچه میخوره بهش تعارف نکنی. یه سوال حاشیه‌ای دارم. این روزا دلم برای کی خیلی تنگ میشه؟ نگین. خودش بگه. شما بگید. چه آب دهنی خورد داد. دیگه من نمیگردم. منو بی خیال. فراموشش کن. اون تموم شد. من بگم؟ Oh my god. برای روزای خوبش با میلاد توی جزیره. دل و داد. عاشق جزیره میرم دلم اونجا به تو میدم عاشق شبتابت میلاد. عزیزم کراوات خیلی بهت میاد. واسه تو زدم. خوشت میاد. نه رضایا آرمین تویفه شاهین فلکت بقیه بدو سوال بعدی. بدو. بزرگترین ترسم چیه؟ تنهایی. من اکا. آره اونم هستش. آره اونم هست به نظر. مار؟ نه مثل مار یه چیزی مثل مار. بزرگترین ترسم اینه که خانواده‌ام از دست بده. مار نمیترسی؟ تو چه مود من با مار عکس راست دارم. میگه چرا دپرس شدی یه حالا؟ بیا بالا انرژی رو بده به نه آدم اون بجی. سرخمونه که این اصلا بچه رو پکن خودت جواب بده. دلت برای کی تنگ شده؟ سوالی که میپرسی ما جواب نمیدیم تو خود باید جواب بدی. رضا دلش به رضا تنگ شده. رضا کیه؟ رضا صادقی دیگه خواننده است. وقتی خیلی خوشحال باشم چه رفتاری ازم می‌بینی؟ میخندی چه بالا میخندی همونه. اینجوری کنم. من دیگه قلبا رو نمیذارم دیگه خودتون. همه قلبی. به نظر شما جز بچه‌ها
از بچهای عشقای ابدی همه ورژن‌های عربی به نظر دلش شما دریاه. نه جز اینایی که کنارمن از کی خوشم میاد، یعنی باش مشکلی ندارم. اینها به تعدادی از درختان می‌رویند. نگار عشقم، میلاد عزیز، من نیستی. دختر کاکل پسر وای نیست مگه. من بگم یه چیزی زده بچه‌ها امروز من خواستم بهار مثلا باشه. بهار من می‌خواستم بگم. من زودتر زینگ من زدم. گفتم. امیر حسین زینگ تو میزنم. زینگ من کسی جرئت نداره بزنه. خب آره من بچه‌ها، نمیخوام نصف شده. اصلا توی کادر دیگه با میلاد دیده شم. چرا زینگ؟ تا تصویر میبریم میندازیمش تو. به نظر شما من تا حالا سوال قبلش که کات خورده بودیم بود من قلقلکی هم قلقلکی. به نظر شما من تا حالا چند تا دوست پسر داشتم؟ 666 تا. یکی 3 تا 3 تا. تو چرا 3 با این تموم شد؟ چند تا نیست درسته تا این ترسیدی. میلاد جز سومیه بود؟ نه. میلاد حساب کردی یا نکردی؟ 3 تا که یکیش میلاده هیچی دیگه. با اختلاف در صدرم هستم. خیلی بسیاری. لذت ببرید. اونایی که ویلا ندیدن، اونایی که ویلا رو میدیدن. تفریح مورد علاقم. بعد این میریم سوالا. میلاد سواری، کتاب خوندن. روی چه موضوعی خیلی حساسم؟ عشق، اخلاق، من جوز زدم. اخلاق. مثلا کار میکنه. اخلاق؟ و اخلاق حساسی تو نه چه موضوعی؟ آخه موضوعای مختلف داریم عشقم. دروغ بی معرفتی. کم میشم دیگه شنده. دیگه حساسه. آدم از هر چی بدش بیاد سرش میره. دوشی نداریم. تو جمع دوشی نداریم. خب بچه‌ها سوال آخر رو از همتون میخوام بپرسم. اگه بخواید منو تو 3 کلمه توصیف کنید چی میگید؟ اینو 3 بار من جواب دادم. نه اینو کلا نپرسم، اولش من پرسیدم. یه بار جواب دادم. من یه بار جواب دادم. حالا دونه باید جواب بدم. اینو دونه همتون تو 3 کلمه. مسعود باک خورد. آخه شما یه چیزایی تکراری نمیخوام بگم. هر کی الان به ذهنش میاد بگه. خنده، عصبی. چه تضادی. آره دیگه خب میخنده از این برم عصبی بعد میشه. ترس میخوره. احساسات پنهان. عصبی، احساسات انها. یه چیز کوچولو. خواستم بگم چون هر وقت میخنده صدای ماری میده که میخواد حمله کنه. مار. خب نگار. خب 3 تا اون کوچولو رو که نگاه گفت پس من یه چیز دیگه میگم. با معرفت، دلگنده حرف خوبی ها. دیدی موقع فکر نکنید. نوشابه به خود نوشابه میدم یاد. من دیگه از این بعد نوشابه خب میلاد. الان من سوال اینه که با چه کلمه‌ای توصیفش کنیم چیا یادمون میاد. نه 3 تا چیزی که تو توصیفش کن دیگه. اصلا اسم محدث رو میشم یادش نمیاد. آره اولیش یوسین بولت. چی؟ دونده است. خیلی با کلاس. دومیش مثلا من نمیتونست دونده رو فارسی بگی مثلا. مثلا یوسین بولت رو چجوری فارسی بگم؟ حسین اولی تو تمرین معنی یه دونده است. نه خزنده است. چرنده دوست اسم دارم. محدث رو میشم یاد یوسین بولت میفتم. عشق ابدی. خنده های خب بچه من فکر میکنم دیگه باید این ولاگ رو تموم کنیم. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودین. خیلی دوستتون دارم. گلگل. لایک و کامنت. سابسکرایبتون نره.